بسم الله الرحمن الرحیم. آن وقتی که مرا زندانبانان به سود داخلی می بردند و مرا به میز می شناندند و فرمان می کردند که دستم را بالای میز نهم و سخن گفتن و حرکت کردن را برایم من می کردند. همان وقت چگونه صدا بلند کردنم به همسر و برادرانم به یاد می آمد، ولی خیلی اندوهگین می شدم از نادان بودن خود. ببینید، من در نزد دشمن نه جنبیده می توانم و نه سخن گفته، اما وقتی با عائله‌ام و برادرانم من با قهر و با غضبم. بعد این تجربه قهر و غضب و احساس ناپسند کردن را از خود دور کردم. دوست داشتن مسلمان را آموختم و به راه راست هدایت کردن و برایش دعا نمودن را. شیخ ابو قتاده الفلسطینی.